سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. امروز جمعه 24 مرداده. با تحلیل طلا در خدمتتون هستن. میخوایم ببینیم که طلا امروز جمعه میتونه چه نوساناتی رو داشته باشه و به کدوم سمت حرکت کنه. بذارید اول یه اخبار رو با هم دیگه چک بکنیم. نکنید اخبار امروز، خب نکنید اروپا، فرانسه و ایتالیا تعطیلن، بازارهای دیگهشون بازه. خب ولی انتظاریم که صبح یه ذره بازار خب کم‌ومقداری رو داشته باشیم. ما ساعت 4 کورکیسیز رو داریم و ساعت 5 و نیم هم پرلیم یو ام کانسیومر سنتیمنت، که هر تا این خبرهای به نسبت مهمی هن و روی قیمت تاثیر خواهند گذاشت. ما شاید باید مثلا یه رو و 5 دقیقه بعد از این خبرها معامله نکنیم. خب اینو باید حواسمون باشه. این نکته دیگه هم که خیلی مهمه، امروز آقای ترامپ تو آلاسکا با پوتین دیدار میکنه. چون میخوایم اول از همه طلا رو تحلیل بکنیم. این خودش ممکنه خیلی نوسان کنه، چون رو امنیت اثر میذاره. طلا هم تحت تاثیر امنیت قرار داره. پس الان امروز این موضوع کن، این جلسه با آقای پوتین ساعت 4 به بعد ممکنه اثر بذاره، ولی خب اگر خبری ازش زود بیاد خیلی زود میتونه از همون موقع بازار تحت تاثیر قرار بده. پس تا ساعت 4 خبر خاصی نیست، انتظار داریم که روند تعیین شه. اوکی، من توی طلا اول بذار یه دیکس رو با هم دیگه چک بکنیم. خب نکنید ما اگه اینجا باشیم، نکنید امروز آخرین روز، این آخرین حرکتی که انجام داده و از این FVGه میبینید، FVG که اینجا داریم اینورتد ویکلی، قشنگ قیمت برگشت اومد بالا. خبرهای دیروز اثرگذار بود و این بالا هم بست. من راستش دلار رو دارم که امروز باز هم بره بالا، یعنی ترند آپ هم. نگاه کنید، من اگه یه لحظه 4 ساعته دیکسوار رو هم نگاه کنم، میبینید اینجا نگاه کنید. اینکه بذارید اول ویکلیش نگاه کنید ببینید. منظورم از اینورت FVG اینه. میبینید اینورتد که حالا یه بارم بهش جواب داده قیمت، ولی یه بار دیگه هم خورده بهش. توی 4 ساعته هم اگه شما این نگاه کنید، میبینید حتی به این ولوم گپی که اینجا هست، قیمت یه جورایی به اینجا رسیده و برگشته اومده به سمت بالا و الان ممکنه که داره حرکت میکنه بالا تا این ناحیه بیاد اینجا یه حمایت بشه روی این همین حرکتی که الان داره میکنه، یه ذره دیگه بریزه بیاد داخل و بعد هم بیاد به سمت بالا و به سمت این ناحیه. این امکانش وجود داره. خب حالا بریم خود طلا رو بررسی کنیم. طلا توی ویکلی گفته بودیم که این تا نقدینگی بالا و پایینه داره. توی دیلی هنوز ببینید فشرده شدن طلا رو شما دقت بکنید، هنوز ادامه داره. خب نکن ما یه دونه افیجی ها رو مشخص کردیم دیروز. به این افیجی که رسید تحت تاثیر حرکتاتی که داشت، خب به شدت ریزشی شد و خبرم اومد و خب این موضوع ادامه پیدا کرد. این پایین هم بس. نکنید من امروز به خاطر اینکه وقتی پایین میبنده دیگه من خیلی جهت حرکتم مشخصه، من ترند داون هستم طلا رو. یعنی طلا رو من انتظار دارم که امروز قشنگ ریزش کنه، یعنی ریزش دیروز رو من ادامه دار میدونم. تو بازار امروز از دوشنبه میتونم بگم یک ضرب طلا داره میریزه. خب بذار 4 ساعتش هم یه نگاهی بکنیم. تو 4 ساعت هم میبینید 1 ساعته تو 4 ساعت چیز خاصی فقط اینجا اگه بریزه شاید اینجا حمایت بشه. بذار تو 1 ساعته نکنید این اینجا که خب ریخت تا این اوردر بلاک اینجا وجود داره، قیمت پایین اومده. تا این اوردر بلاک قیمت پایین اومده و بعد حالا داره به سمت، از اینجا قیمت پایین اومده حالا داره به سمت بالا حرکت میکنه. نکنید من اینجا رو میبینید یک جورایی میتونم بگم تحت تاثیر این شروع کرده به حرکت به سمت بالا، تحت تاثیر به قول این ناحیه‌ای که اینجا وجود داره را گرفته. این هم پوشانی پیدا کرده، میبینید حالا 2 بار خورده به اینجا و اداره. بکنید با توجه به اینکه اینجا یک کف دوقلوی داشتیم، ما میبینید اینجا تقریبا نرلی تقریبا کف دوقلوی دیگه. پس نقدینگی خوبی از قیمت داره به سمتش حرکت میکنه. پس این که اینجا رو بگیره هم خیلی زیاده تو 1 ساعته.
مثلا من 5 دقیقه رو نگاه بکنم، بکنم این ترند داون هست، ببینیم کجاها میتونه برگرده. اوردر بلاک هایی که دست نخوردن رو مشخص کنیم توی 5 دقیقه. خب نگاه کنید، این رو چون یه بار تاچش کرده پاک میکنم. به نظر من این ناحیه از یکی بهش نرسیده و دیگه ما اینجا رو قبلا مثلا ساعت 9 صبح رو مشخص کنیم. خب آها، یکم نگاه خود اینجا این قدرت ریزشی موجود شده که یه اوردر بلاک اینجا وجود داشته باشه، که حالا باید شما اینجا یه می‌بینید احتمالاً، می‌بینید این سیگنال فروش من هم اومده از ابزاری که ازش استفاده میکنم و اینجا ما میتونستیم یه فروش بگیریم. طبیعتاً حد ضررم که میذاشتیم بالای این تقریبا خارج نیست، پس 1 به 2 این نسبت اینجوری میتونستیم ترید بزنیم. این اگه بیاد بالا به اینجاها برسه، من دوباره روی دلار، حالا خب چون اینجا که معامله نزدم، حالا میزنم که وارد این بازار شده باشم، ببینم که بازار به کدوم سمت حرکت میکنه. ممنون دوستان.